بسیار خوب، قسمتی دیگر و طراحی صحنه دیگر، صحنه سوم که از این سمت اون رو فراخوانی خواهیم کرد. یک نگاه اول بکن ببین به چه شکل. همونطور که می‌بینید به این صورت چیز زیاد خاصی نخواهد داشت. خب پس کنترل و N به منظور ساخت یک داکیومنت یا سند در نرم افزار دسته تور. آخرین آیتمی که درست کردیم 1980 پیکسل بود، در حالت لندسکیپ هم قرار داشت. پس بر یک کریت کلیک میکنم و از منوی فایل و انتخاب پلیس تصویر مورد نظرم رو فراخوانی میکنم. در نگاه که این تصویر هستش پلیس رو میزنم و مسلما از ابتدا و از این قسمت درگش میکنم تا این قسمت. خوبه. از قسمت لایرز ها یه قفل واسش میذارم که حالا فعلا همه چیز اوکی بشه. دابل کلیک و بک‌گراند. از پنل آپشن روی مقدار 60 پیکسل سایزشون رو قرار دادم تا بهتر دیده بشن. خب یه لایه درست میکنم و حالا اینو به عنوان وال یا دیوار مشخص میکنم. بسیار عالی. برای این کار از یک ریکتانگل تولز استفاده میکنم، البته با رنگی که با استفاده از آیدی رافر با کلید میون برای آی از بک‌گراند برمیدارم. به ریکتانگل تولز میرم، فیلم در واقع همین رنگی که فراخوانی کردم و برداشت کردم و نیازی به استروک ندارم. به کل کار این رو اد میکنم به این شکل. خب حالا یه لایه بالاش برمیدارم و در واقع این محدوده رو خواهم ساخت که با استفاده از آیدراپر رنگ رو برداشت میکنم به این صورت و حالا با استفاده از پنتول شروع میکنم به مشخص کردن قسمت هایی که در این سمت هستن. اسپیس و بسته شده. خب در ادامه میام و این خطوط ها رو مشخص میکنم. برای این خطوط ها خب دیگه خیلی راحته اوکی کردنشون. میتونم با پنتوز با استفاده از بلاکراش یا پنسل یا هر چیز دیگه. من این بار از پنتوز استفاده میکنم و براش خب فیل لازم ندارم، مثل روی سیاه باشه با همون رنگ یک که در این قسمت هم مشخص خواهد شد. پس رنگ یکی که در این سمت مشخصه و یه لایه اد میکنم پنسل و این خطوط رو روش اد میکنم. این صورت و به این صورت کنترل شیفت پی به منظور دیسلکت، دوباره انتخاب از این سمت، کنترل شیفت پی دوباره از همین سمت یا حالا رفتم به سلکت و دیسلکت، دوباره از این قسمت دوباره سلکت و دیسلکت، کنترل شیفت ای اوکی و همینجوری تمامی قسمت ها رو اوکی. میتونیم با درک کردن در واقع حالت کرسن بهش بدیم. خب در این سمت نه تا اینجای کار.
خوب داریم میریم جلو، مشکلی هم نیست. پس پن تولز میتونه ابزار مناسبی برای انجام این کار باشه. بسیار عالی. حالا با استفاده از پنسل و همین سایزی هم که داره، خطوطی رو که در اون این قسمت وجود داره رو رسم میکنیم. خب کنترل صفر. حالا اگه بخوایم کل کار رو ببینیم خواهیم دید که تصویر به این صورت. حالا یه قسمت هایش باید رنگ بشه. چه قسمت هایش؟ خب مشخص خواهد شد در این سمت. بین این دوتا یه رنگ یه قسمت رو قرار میدم به عنوان کالر و حالا این قسمت رو برمیدارم و اون رنگ هایی رو که لازم باشه بهشون میدم. فقط رنگ هایی که تغییر کرده، یعنی اینجا این قسمت رو سلکت میکنم، یه قسمت کالر میرم با استفاده از بلاک براش، حالا با یه سایز مشخص قسمت هایی رو که بخوام قرار میدم. مثلا اینجا، مثلا اینجا، مثلا اینجا شیفت زوم، سایز کوچیک برای افزایش دقت کار. نمیخوایم خیلی هم تمیز باشه، تا حدودی که نزدیک باشه کفایت میکنه. در این سمت حالا اریزر رو انتخاب میکنم و این قسمت هایی رو که بیرون زده رو میتونیم به راحتی پاک کنید. خب در ادامه قسمت هایی که دوباره باید رنگ بشه اینجاست. شیفت و بی و این بخش تمام رنگ شد. شیفت و ای اریزر و پاک کردن این بخش. خب کنترل صفر، تمامی قسمت ها هم اد میشه. اینجا اگه در واقع تمامی قسمت ها رو ببینیم و فعال بکنیم خواهیم دید که به این صورت همه چیز پیشرفته و درسته. خب پس نسبت به رنگ اصلی چیزی اینجا کم و کس مثل رنگ شده، رنگ شده، رنگ شده، این هم رنگ شده. خب این از این فعلا. میریم سراغ ادامه کار و حالا قرار دادن این میزی که اینجا حضور داره که نمونهش هم حالا قبل ساختیم. ولی خب دوباره چون بالا این بخش میاد بالاترین لایه میشه تیبل و شروع میکنم به رسم لایناش با استفاده از براش و رنگ استروک در واقع سیاه. کاهش سایز روی همین مقدار و رسم به این صورت. کیپ سلکتد هم که در قسمت قبل گفتیم راجع به پارامتر و تنظیماتش حتما باید فعال باشه. خب
میریم جلوتر و قسمت های زیادی هست که باید رسم بشه همانند قسمت قبلی. البته این یه مقدار جزئیاتش بیشتره و مسلما تایم بیشتری هم میبره. خوبه میاد تا این سمت. در آن مجموعه آموزشی قبلی که براتون هم ارسال شد و تهیه کردید و حالا قبل از اینکه این قسمت رو اضافه بکنیم بنا به درخواست خود شما، ما هم محیط هم کاراکتر رو طریقه رسمش رو با ابزارهای شیپ موجود درون محیط نرم افزار افتر افکت توضیح دادیم. خب این از این، اینجا هم اوکی شد. حالا این بخش سعی کنید خیلی دستتون صاف نره که حالت پالیگن پیدا نکنه و زل نداشته باشه. اینجوری بره جلو خیلی قشنگتر پیش میره. حالا میام به سمت این سمت، در واقع این قسمت این مقدار سایز رو کوچیک‌تر میکنم با براکت ها. خب توضیح دادیم اینجا دیگه دستم خیلی لرزید. خب در این سمت میام جلوتر و تمامش در جهت رسم و قسمت های دیگه است. از اینجا انتخاب و دوباره میریم برای این بخش. تمام این کارا رو باید مثل هم انجام بدیم تا مشکلی برامون ایجاد نشه. تمامشون رو با دقت، البته نه اینکه خیلی صاف بره جلو، فقط میخوام که حالت رسم رو داشته باشه و اون ناهمواری ها هم روش حتما در نظر گرفته بشه. آخرین قسمت از جزئیاتش قبل از رنگ کردن رو خواهیم داشت که به اونها رسیدگی خواهیم کرد و بعد از اون هم که مطمئناً بحث رنگ آموزیش خواهد بود و قرار دادن الیمنت هایی مثل میکروفون درون صحنه. خب از این سمت هم که نداره، اینجا سایز رو کوچیک‌تر میکنم و این قسمت رو میکشم. از اینجا هم که یکی هست، یکی هم اینجا و یکی هم این سمت. از خطوط در این قسمت اینجا هم یه تعدادی هست که میتونیم حالا اونا هم اد بکنیم. همینطور در این قسمت هم تعدادی حضور داره. خب کنترل 0 و حالا اگه تمامی قسمت ها رو فراخوانی بکنیم خواهیم دید که به چه صورت اوکی شد. اینم دابل کلیک میکنم روش و این میشه اسمش فلور. خب حالا فقط مونده بحث رنگ کردن. اینم حالا که اینجا افتاده به این صورت اوکی. خب برای رنگ کردنش خیلی راحت دوباره تمام این قسمت ها هست، پایینش یک لایه اد میکنیم با عنوان کالر تیبل و مثل حالت های قبلی با استفاده از آیدراپر ابتدا رنگ رو فراخوانی میکنیم و با استفاده از بلاک‌ها شروع میکنیم در لایه مورد نظر و البته با تنظیم کردن سایز شروع به رنگ کردن میکنیم که این کار هم کار راحتیه نسبتا و نیاز به توضیح خاصی نداره چون به اندازه کافی در رابطه با این قسمت در بخش قبلی توضیح
دادیم. خب این شکل، این شکل، این شکل و این صورت. باقی کارم داریم به سمت جلو. زوم و با اسپیس که همون نگهشن اسپیس که همون ابزار هند تولز میشه، قسمت هایی رو که اینجا نیاز به ریزه کاری داره روشون دقت میکنه. به این شکل، به این شکل و باز هم به این صورت کار رو میبندم. حالا میام به این قسمت و از این سمت موردی دیگه نیست، اینجا هم میبندم و حالا با اریزر شیفت و ای کلید میان برش هستش، میتونیم قسمت هایی که اینجا اضافه هست رو به راحتی پاک کنید و بیرون زنه، مثل این حالت، مثل این حالت و قسمت های دیگه که ممکنه این اتفاق واسهشون افتاده باشه و این سمت. خب کنترل و صفر رو میزنیم تا اینجا اوکی. حالا این سراغ ادامه رنگ در این سمت در حالت دیسپلی قرارش میدم. آی و فراخوانی این رنگ فقط برای کنار این دسته رنگ تشکیل شده به صورت کلی و البته این کناره ها هم رنگش مختلفه و باید روش دقت بشه. دوباره در این سمت شیفت و ای و زوم کردن با کنترل و پلاس. خب به این شکل قسمت هم اوکی میکنم. زوم و با کاهش سایز مسلما دقت بیشتری رو برای رنگ آمیزی خواهم داشت روی این قسمت، این سمت. و من دیگه اینا رو قطع نمی کنم چون خیلی از دوستان گفته بودن و چرا قطع میکنید شما وسط آموزش و ما متوجه نمیشیم. به هر حال من از خیلی از شما عذرخواهی میکنم اگه اینا رو الان قطع نمی کنم. میخوام دیگه 0 تا 100 مراحل کار رو با هم اوکی باشیم و هر جاش مشکل بود حتما از طریق پشتیبانی برشین جی اف ایکس که قطعا در روزهای آتی به صورت یک کانال و گروه تلگرام در اختیارتون قرار خواهد گرفت کارها رو پیش خواهیم برد. به این شکل و به این شکل همش اوکیه. شیفت و ای یا همون ابزار ریزر سعی کنید برای اینکه کارتون سریعتر پیش بره از کلید میانور استفاده بکنیم. کنترل صفر و دوباره فراخوانی این قسمت سلکشن تولز انتخاب رفتم به این سمت و شیفت و پی و دوباره شروع کردم به رنگ کردن. خب برای این کار خیلی سریع این کار رو میتونم انجام بدم. این صورت فضا زیاد هستش در اختیارمون و محدودیت خاصی رو نداریم. درک میکنیم قسمت ها رو همونطور در این قسمت کاهش سایز و پوشش این بخش و حالا با استفاده از ابزار اریزر شروع میکنم به تمیزکاری و قسمت هایی که اضافه شده رو به راحتی میتونیم پاک کنیم. خب اینجا اضافه هست، اینجا هست، اینجا خیلی هست. این صورت همه رو پاک میکنم همینطور در این قسمت. اوکیه اوکیه.
این سمت هم درست میکنیم و این قسمت هم به همین شکل و به همین راحتی، چون سلکت همش فقط از اون قسمت سلکت شده برمیداره و کاری به باقی قسمت ها نداره. الان ثابت میشه بهتون که اگه بحث لایه باشه خب باید این دوتا فاکشنات این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید از اون رنگ دومی پاک نکرد در حالی که در یک لایه بود و فقط قسمت سلکت شده رو برمیداره و همین برای ما کافیست. اینجا مشکل نداره اینجا داره و دیگه مورد خاصی وجود نداره. کنترل صفر و همونطور که ملاحظه میکنید تصویر به این صورت اوکی میشه. جدا از اون قسمت هم باید یه رنگی رو بگیره. دوباره آی و سلکت روی این قسمت و اینجا هم رنگش فرق داره، پس این مقدار کارمون طولانی تر خواهد شد. انتخاب و دوباره اجازه بدید اینجا رنگ رو سلکت میکنیم ها الان شد. خب شیفت و بی و زوم روی کار در این قسمت، کاهش سایز مثلا میخوام اینجا تیره تر نشونش بده که مثلا سایه افتاده دیگه و مثلا این قسمت روشن تر خواهد بود. برای این کار رنگش هم خب دیگه اینجا خیلی مشخصه. البته سلکت و فراخوانی رنگ بالا و رد کردنش روی قسمت پایین که اینجا حضور داره. به این صورت به این شکل دیگه. آخرین بخش از این میزمون هستش، ولی خب دیگه باعث میشه که شما تسلط بیشتری رو روی کار داشته باشید مسلمه و البته قرار دادن خودتون در شرایط مختلف که باید چه تصمیم بگیرید در این لحظه. حالا اگه طرح خودتون باشه یا اگه بخواین همین طرح‌ها رو به عبارتی تمرین کنید. شکل بیشتر از این بزرگ نمی‌کنم سایز رو، چون نمیخوام دوباره کاری انجام بدم و شروع کنم به پاک کردن و کارهای دیگه. خب اینم از این و تمام. کنترل صفر. همونطور که ملاحظه می‌کنید میزه به این صورت ساخته میشه و بر روی محدوده‌ای که مد نظرمونه قرار میگیره. کنترل صفر. محدوده‌ای که پایین این کادر رو اصلا شما کار نداشته باشین، اصل این کادر 19/80 هستش که داریم میبینیم. خب اینم از این میز که قرارش داریم. حالا میریم سراغ المنت هایی مثل میکروفون که روش قرار داره. بنابراین من سمت رو انتخاب میکنم، بالای این قسمت یعنی تیبل کلا یه لایه اد میکنم به عنوان میکروفون و شروع میکنم به استفاده ازش در این قسمت و رسم کردن محدوده‌ای که مد نظرم و دوپلیکیت ازش میگیرم و مثلا من قرارش میدم در قسمت های دیگه. اینو خب بهتره با همین براش رسمش بکنم، فیل نمیخوام و رنگ سیاه استروک
سایز کاهش میشه پیدا میکنه به این صورت و حالا شروع میکنم به رسم کردن این بخش. خب اینجا حالا از اینجا میره به سمت پایین، از اینجا میاد به سمت پایین و حالا در این قسمت نه از سایز کوچکتر اینجا میبندم و قسمت هم که دیگه کاملا مشخصه و در نهایت به میکروفون. بسیار خوب. همونطور که ملاحظه میکنیم به این صورت ساخته میشه و موردی اینجا وجود نداره. برای رنگ کردنش هم خب یک لایه زیرش خیلی راحت از این قسمت سلکشن، البته بعد از دیسلکت کردن آی سلکشن، حالا در این قسمت کالر مایک شروع میکنم به رنگ کردن. یه کاملا مشخصی که باید به چه صورت باشه. به این شکل میاد بالا. حالا اینجا این مقداری رنگش رو میتونید تغییر بدید، یعنی مقداری تیره ترش بکنیم و میاییم به سمت رنگ کردن. در این سمت هم همین رنگ رو داره و در این قسمت هم دقیقا با همین رنگ حضور داره. دوباره میایم با روی این قسمت سلکشن آی و حالا یه رنگ مثلا حالا این رنگ آبی رنگ رو اد میکنم. میایم دوباره روی این قسمت شیفت و بی و استفاده از این رنگ روی خود میکروفون اصلی، حالا جدا از دیدی که اینجا داریم، به این شکل تمامش رو سلکت میکنیم. اینم از انتهای میکروفون و اینم به همین شکل که ملاحظه میکنید. اینجا بالا مثلا میتونید این مقدارم بیرون بزنه، جالب تر میشه تا نه از بالا میکنیم. خوبه بسیار عالی. همونطور که ملاحظه کنید به این صورت ساخته میشه. حالا تمامی قسمت ها رو در این سمت اد میکنید و به هر حال میتونید میکروفون رو که اینجا دارید بعد از انتخاب هر دو در واقع تبدیلش بکنید به یک گروپ و حالا ازش میتونید یه دوپلیکیت بگیرید به راحتی، دوپلیکیت سلکشن، و بیاریمش به این قسمت. مثلا
صورت دوباره دوپلیکیت و دوباره حرکت به این قسمت. درست این اتفاق نیفتاده، اجازه بدید. یس و این دو قسمت هم حتی حرکتش درست اتفاق نیفتاد. این میکروفونی که ما داریم هر دوتاش رو و حالا میتونیم در واقع این بخش رو بیاریم بالای این سمت قرار بدیم که تبدیل بشه به یک لایه. حالا خیلی راحت دوپلیکیت، بعد از سلکت دوپلیکیت، کالر میک و سلکت و به عبارتی حرکت. اجازه بدید جا دوپلیکیت رو نگرفت بودیم لایه بالا. این از این. خب حالا همین رو دوپلیکیت بگیر، اینی که سلکت کردم. خب حالا این یکی رو بیار به این قسمت. بسیار خوب، دوباره سلکت و دوپلیکیت و این بار حرکت به این قسمت. خب اینم از این تمامی بخش فعلا اوکی پیش رفته و مورد خاصی نداره. کنترل 0. بسیار خوب، اینجا هم یه تخته قرار خواهد گرفت. اون تخته هم رسم میکنیم. برای این کار همه رو، این چیزایی که تا الان رسم کردیم رو برمیدارم و در این قسمت این تخته هم بالای یک فلور خواهم کشید که پس لایه میشه تیبل 2. خب اینم راحته و کاری نداره. دوباره فیل نمیخوام و استروک با رنگ سیاه به این شکل، زوم و رسم این تخته. حالا میاد به سمت بالا. اوه زیاد شد. اجازه بدید اینم از مرکزش. اینم از اینجا میاد به سمت پایین. از این قسمت هم شروع میکنه به بحث اتصال. قسمت بالا هم از این سمت شروع به حرکت میکنه و از اینجا هم که میان به سمت پایین، کاهش سایز و اسم این خطوط. بسیار خوب، یه لایه پایینش میشه عنوانش کالر تیبل 2 و در این سمت وی سلکت آی و این رنگ ابتدا، در این قسمت شیفت و پی و این رنگ رو قطع میکنیم و روی کار به این شکل این قسمت هم قرار بگیره به عنوان آخرین بخش از صحنه سوم که ساخته شد. از این
رنگ‌آمیزی رو در این سمت تموم میکنیم و بریم سراغ دوتا وجه باقی مانده. البته دوتا وجه باقی مانده از نمای مقید 6 تا وجه. خب اینم از این، از نمای دید ما. خب وی سلکت، رفتن به این قسمت، آی به منظور آیدی آپر، انتخاب رنگی در این محدوده و رفتن دوباره به این قسمت و شیفت و بی و رنگ کردن این سمت که به اندازه کافی دیگه راجبش صحبت کردیم. به این شکل. خوبه. و دوباره رفتم به این قسمت، آی برداشت این رنگ، شیفت و بی و رنگ کردن روی این قسمت. خب اینم از این. شیفت و ای زوم کردن و پاک کردن قسمت هایی که اضافه زده بیرون. کنترل صفر. اینم از این و انتخاب باقی قسمت. اینطور که ملاحظه میکنید. خب فقط این باید بیاد بالای این قرار بگیره. پس از لایرها اول از همه این که اینو انتقال میدیم بالای این قسمت، درست شد. حالا اینو انتقال میدیم به بالای کلن این خطوط به این شکل. الان دقیقا تصویر بود که مد نظرم. از منوی فایل سیو از، فایل مورد نظرمون رو ذخیره خواهیم کرد با فرمت مسلما دوباره ایلاستریتور، این بار با صحنه شماره 3 سیو و با نسخه CS6 این رو ذخیره کنید. اوکی و اوکی. حالا وارد نرم افزار افتر افکتس میشیم و فایل مورد نظرمون رو در این سمت با شماره 3 درگ میکنم درون پنل پراجکتس و نوعش وارد کردن کامپوزیشن و لایر سایز هم که دیگه راجعش توضیح داریم. حالا در این قسمت با دابل کلیک کردن روش و در واقع فعال کردن رسترایز لازم میکنیم که تصویر به این صورت اوکیه و افت کیفیتی هم نخواهیم داشت. اینم از این. امیدوارم که از دیدن این مجموعه لذت برده باشید. تا صحنه دیگر، خدا نگهدار.